با شیوه عاشقان سخن میگویم، با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم. از آن که به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم. با اجازت استادان، با اجازت استاد گلرخسار، من برای چین روبایی را خواندم زمانی که استاد در یک همایش بسیار هم بزرگ در ایران این روبایی را می‌خواندند. همه اهل ادب و اهل فرهنگ خواهش می‌کردند که استاد گلرخسار یک بار دیگر این را بخوانید. و درباره استاد گلرخسار سخن گفتن برای من بسیار مشکل است وقتی که درباره استاد گلرخسار شاه ستون طلایی شعر فارس استاد اخوان سالیس گفته بود که به شام ما غریبان چون شفق رو کرد گلرخسار، سما را پرشمیم سیری سنبول کرد گلرخسار. و چنگیز ایتمه اطراف رسول غمزه شخصیت های برجسته. و من از این فرصتی که دارم با اجازت استاد یک شعر میخوانم که این شعر استاد حدودی 50 سال پیش ایجاد کرده بودند. در خکف میتونم و در نمایی کتاب 100 آه یک نفس در اتفاق نویسندگان تاجیکستان 12 سال پیش من این شعر خوانده بودم و امروز هم افتخار میکنم که از این منبر در حضور استاد این شعر را میخوانم. من آخر به تو میمیرم ز دست تو برای تو، تمام ثروت دنیای زیبا با تو میماند، ز چشم بیگناهت قاتل من آدمی هرگز گناهت را خطایت را نمیبیند نمیداند. پس دیوار تو تقدیر گرگ گشنه را بسته طناب گردنش را تا ره من سوست بنموده است. تو را در قصر طیلاکو دور از حسرت و آشوب، برای نادیدن و کاهیدن من روز بنموده است. من آخر به تو میمیرم بر روی دست بیگانه که عشق من برای او جزای هر دو عالم بود. ز اوج خنده هایم نوحه ناکامی بشنیده، قطار من همی خندید اما دیده‌اش نبود. من آخر به تو میمیرم، تو می آیی به آن منزل که هر خشتش تو را نادیدن میداند. ز روی میز شعر ناتمامم واپسین دردم، تو را از بین مردم سوی خود خاموش میکنم. به سویت عکسی بی آژنگ ایام جوانیم بخندد از درون چارچوب سرد و بیگانه. همی خندد به حال من، همی خندد به حال تو، گرفتار عبال من به چشم دیگری بینی هم از سامان این خانه. تو را من بافتم از رشته درد و خیال خود، تو را بر عالم ناآشنا با خویش خواهم بود. برای من اگر اشک کمت را حیف میدانی، سر گورم زمان گریه کن یارا، نه بهر من برای خود که مردم در خمار تو، که مردی در قطار من. جان